شاعر میگه خبر با طعم قهقه با موشکاف باش همراه. سلام عرض میکنم. بالاخره 31 اردیبهشت هم رسید و کوه شورای نگهبان آخوندا زایید. حالا اینکه دوباره موش زایید یا گاو میش باید منتظر موند و تماشا کرد. این 4مین روزی است که فقها و حقوقدانهای شورای نگهبان در جلساتی پی در پی با بحث‌ها و بررسی‌های دقیق و عادلانه خود و دور از هر گونه فشار یا لابی سیاسی پرونده 686 داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری را ورق می‌زنند. دی آره دیگه، ورق نزنن چی کار کنن؟ جناب ولی فقیه نانجیب مثل اون جاندار نجیب گیر کرده تو گل رد صلاحیت ها و نمیدونه ریش انحراف رو قیچی کنه یا دم فتنه رو. راست میگه، لابی سیاسی هم در کار نیست. هرچی هست جنگ گرگ ها و استخون جویدنه. نوش جان. آخوند طایب رئیس لباس شخصی های خامنه ای، هاشمی و مشائی حذف می شوند. علی مطهری: اگر هاشمی رد صلاحیت شود اصل انقلاب و نظام زیر سوال می رود. پاسدار شریعت مداری نماینده خامنه ای در کیهان: تایید صلاحیت مدیری که در فتنه 88 دخالت و حضور داشته همراهی با فتنه سال 88 است. عجب قشقرقیه. یکی عبای عظما رو میکشه، یکی چنگ انداخته تو ریشش، یکی دیگه پیژامشو چسبیده. از اون طرف تیریریشم با برنامه‌های دوغکیش میخواد نقش ضربه‌گیر بعد از اعلام صلاحیت‌ها رو بازی کنه و بگه آقا هر کی رد صلاحیت شد باید بیخیال بشه و بره دستبوس عظما. چطوره یه سواری هم بهش بده؟ یکی مثل این آقا که از سرانجام خودش خبر داره، نه مدیرم نه مدبرم نه سیاست مدارم، مثلا به درد این کارم نمیخورم. علت حضورتون بس اینجا چی میشه؟ فعلا اومدیم ثبت نام کنیم ان شاءالله با امید خدا، بعد ریجکت بشیم. بعد که ریجکت شدیم آقا ما رفتیم ثبت نام کردیم، اینم به این کارم نشد. دمش گرم. و یک نوع هم کسانی که همشون انتظار احراز صلاحیت دارن. ای کاش اگر احراز صلاحیت نشدیم یادمان نرود ما هم از ساکنان یک خانواده ایم. خانه قانون دارد، خانه آرامش میخواهد، خانه برای زندگی است. اصلا نباید ناراحت بشن. که صلاحیت شما احراز شد که نشد، کاری کنید که لبخند روی لبان این مردم ماندگار باشه. حتما عظما منقل رو بپا کنه ها. تموم شدن دوران موندگاری لبخند رو لب خانواده ولی فقیه و نوچه هاش. این بار ملت اون چنان میرن واسه سقف بیت عظما که اصلا یادش بره آرامشو با چه شینی می نویسن. محمود انتری، احمد خاتمی، سید خامنه، چجستان مثل شطور درازه، بای من ریش میخونه همیشه روزه، اما مشعار میدین انگلیسه. آقا 30 ساله تو کار لفوتولیسه. سید علی نه ولیه و نه فقیه، یه مدل خاصه، یارو آخونده روز خونه خیلی آنس و پاسه. یه هتل شکست بدجوری کیه اقتدا